سلام عزیزان. امروز مواد شیرینی گردویی که یک شیرینی خوشمزه و سنتی ایرانی و در این حال خیلی هم شیکه آماده کردم که شامل 150 گرم گردوی پودر شده، 3 عدد زرده تخم مرغ، یک لیوان یا پیمانه پودر قند و 1/4 قاشق چایخوری وانیل هستش میشه. خیلی راحت آماده میشه. زرده تخم مرغ، پودر قند و وانیل رو با همزن میزنیم. زمانی که یه مقداری رنگ اون سفید شد و مایه صفر شد، پودر گردو رو اضافه میکنم و با قاشق هم میزنم. دیگه نیازی به همزن برقی نیست. بعد هم میتونین با نوک قاشق تکه‌های کوچیکی از مایه رو توی سینی بذارین و هم این که میتونین به وسیله قیف شیرینی رو توی سینی قیف بزنین. کوچیکی و بزرگی شیرینی در اختیار خودتونه، ولی معمولا زیاد بزرگ شیرینی‌های سنتی و خونگی گردویی رو درست نمی‌کنن. در ضمن یه مقداری هم پودر پسته یا خلال پسته برای روی شیرینی لازم داریم که قبل از اینکه توی فر بذاریم روی تمامش میذاریم. بعد شیرینی رو توی فری که از قبل با 175 درجه سانتیگراد گرمش کردم روی پنجره وسط برای مدت 5 الی 7 دقیقه میذارم تا آماده بشه و بپزه. شیرینی گردوییمون آماده شده. شما میتونین اونو تو هر سایزی که دوست داشتین، کوچیک یا بزرگ، بپزین و آماده کنین. خدا نگهدارتون.